رنگ‌های ضخیم را 3 سال گارانتی دارد و رنگ‌های جاده‌ای را تا 1 سال گارانتی دارد. و یک بار در بودجه کشور این هزینه مداوما نباید پاک بشه و دوباره اجرا بشه. مسئولیتش با خودمون است. حالا انشالله اگر سعی بشه کمک میتونیم بکنیم به شهر شما، به شهرداری شما که در زیباسازی شهری و ساماندهی خطوط جاده‌ای و ترافیکی مفید واقع باشیم. ما محصولاتمون را که در ایران میفروشیم با همون خاصیت، با همون صفت‌ها که تاجیکستان ارائه میکنیم و از خاصیت و کیفیتش را نمیکاهیم، پستر نمی آوریم که ارزانتر تمام بشود. سعی میکنیم با همون کیفیت با قیمت‌های مناسب که قدرت خرید مردم اینجا هم بتونه اون را از اون به دست بیاره اقدام میکنیم. خب پس صفت باشه همین رنگ‌های خیابان میشه که 3 ماه یک بار باید دوباره رنگ بشه. پس ما خیلی ثروتمند نیستیم که چند بار یک کاری انجام بدیم. ما یک بار انجام میدیم برای 1 سال. بهترین کار را میکنیم ولی 1 بار. ولی کار بد را، کار پس صفت را باید چند بار انجام داد. خب هزینه های بیشتری هم دارد. ما در تمام ایران نمایندگی داریم، در استانها، در ولایت های مختلف ایران نمایندگی داریم که محصول